سلام علیکم برادرو. بیجا همراهی خوریم و مرد خوری یک کتاب توفه کده. کتابی بهترینه. 200 خیلی بفهم خوریم 200 کارات که حدیث این صحیح بخاری این صحیح مسلم. برادران عزیز نه کتابش توفه کردیم. میگه کی یعنی بطل بس میکنم هر روز همینجا حدیثی را میگیرم میخونم در صفحه اینترنتی نشر میکنم. یعنی من میگم که انشالله که ای بطل در این میاره بگه مثلا نه میخونه حدیثه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امه یک ما میره نخدو گفتم حدیث خونده ایسم عربیشه دیگه پیروش برسی نمیشه. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که همه امتان من یعنی کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. یعنی ببین چقدر حدیث در موضوع خوب میگه. میگه همه امتان من داخل جنت میشن مگر کسانی که ابا یعنی ابا گفتن صحابه که یا قالو گفتن صحابه یا رسول الله و من یابا. گفت یا رسول الله کی است که سرکشی میکنه؟ گفت هر کسی که سرکشی میکنه. و صحابه گفتن که یا رسول الله کی است که اون شخص سرکشی میکنه ترا یا رسول الله؟ گفت قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من اطاعنی هر کسی که میگه مرا اطاعت کنه یعنی من یابا کی سرکشی میکنه یعنی الا من ابا هر کسی که اطاعت نمیکنه. گفتن که کی است که او اطاعت نمیکنه؟ میگه یعنی ومن یابا کسی که اطاعت نمیکنه من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. یعنی ابا به معنای که هر کسی که ابا میکنه. گفتن که ابا چیز یعنی که هر کسی که من اطاعت میکنه و داخل جنت میشه و هر کسی که سرکشی میکنه و داخل آتش جهنم میشه. یعنی چقدر حدیث خوب. رواه البخاری یعنی امام بخاری روایت میکنه در صحیح بخاری. خب من مال ازت میکنم ان شاء الله. یعنی من حدیثا رو مثال ازم درست هوش کردم نخدو همین حدیث پیدا شده اینجا. نه ماشاءالله زور وقت میخورید. اصلا زور ده. مثال بگیریم پدرکم کرد گفت بخون هیچ کداموناتش میگه صغیره که زور چیز پدرکم میکنن میتیش یگون کس گفتم نه خارجات توش نمیخورمش به همین خاطر یک بعضیا مثلا میگه که مثال بگیریم این با حدیث خوب اومده. بعضیا مثال می‌نویسن که رمضان الله نمیبخشه نعوذ بالله. توبه کردم خودم مثلا هم فرمی نویسن مثال در لیچکه من چند بار نوشتم گپورا الله هدایت کنه. یک گفتی یک ان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني از ابو هريره رضي الله عنه روایت است که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل یعنی حدیث قدسی ای در امام بخاری در امام مسلم روایت می شود که یعنی این حدیث قدسی است حدیث صحیح است هم در امام مسلم هم در امام بخاری روایت می شود که الله سبحانه و تعالی گفته است سبقت رحمتی غضبی. یعنی الله میگه رحمت من غضب ما گذشتگیه. یعنی رحمت من زیادتر اونه که من غضب کنم. یعنی چی قدر ما گناه نکنیم وقتی که دست به دعا میکنیم پروردگارا مرا ببخش که من گناه کردم. پروردگارا نفهمیده. پروردگار خودت رحیمی. پروردگارا تو خودت غفور و رحیمی. یعنی دست به دعا میکنیم. الله میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله چی قدر نام های زیبا دارن که الله را با اون نام ها ندا که دعا طلب که الله میبخشه. با اون خاطر یعنی رحمت از جانب الله های بخشنده و مهربان الله سبحانه و تعالی. با اون خاطر چیزی که میتونین کاری خیر کنین نیکی بیماند جاویدان گندگی را همه میتواند. خیلی انشالله سفرش خداوند به خطر بگردانه و با دعا باشین هر کجایی که باشین همش به خواست الله های خیلی نمیکنیم با میبینیم تو ان شاء الله. رفتی مردم اینجا امروز بگوش کی جان بگوش رفت تز بیا تز برازت بیا تو با ما گفتی سال یک گپ بگیرم آتیشی که